به نام خدا، زینب احمدی هستم، مدرس تخصصی ریاضی. اومدیم با تحلیل تمرین‌های کتاب درسی. اگه کانال منو ندارین حتما دنبال کنین، چون همراه با مدرسه فصل به فصل تمرین‌های کتاب رو تحلیل میکنیم و اینجا آپلود میکنیم. فصل دوم، تمرین درس 1، سوال اول. میخوایم این اعداد رو با هم مقایسه کنیم. -4 رو با -8 میخوام مقایسه کنم. میگم وقتی دو تاش منفیه، مقایسه کردنم برعکسه. اونی که به ظاهر کوچیک‌تره در واقع بزرگتره. یعنی اینجا -4 از -8 بزرگتره. پایینش هم به همین صورت، به ظاهر 1 از 100 کوچیک‌تره، ولی چون منفیه برعکس میشه. در واقع انگار -1 از -100 بزرگتره. وقتی یکیش مثبت یکیش منفی، اینو در نظر میگیریم که مثبت ها همشون از منفی ها بزرگترن. 7 و مثبت 7 ما میتونیم این علامت مثبت رو نذاریم، در واقع این دوتا با هم برابرن. 0 و -4 نگاه، همیشه مثبت ها از 0 بزرگترن، 0 هم از منفی ها همیشه بزرگتره. در واقع مثبت همیشه از منفی ها بزرگتره. دیگه اول علامت رو بررسی میکنیم، بعد عدد. اینجا -14 با 0 میدونیم قطعا 0 از -14 بزرگتره. اینجا من چند تا علامت دارم، تبدیل به یه علامتش میکنم. مثبت -8 میشه -8. منفی مثبت 8 هم میشه -8. دست با هم برابرند. سوال دو، میخوایم گسترده عددها رو بنویسیم و به جمع تبدیلش کنیم. خب میگیم -237 به این صورت نوشته، بعد تبدیلش کرده به جمع. من میام -1081 هم همین کارش میکنم، همون مستقیم تبدیلش میکنم. میگم دارم -1000 به علاوه 0 که نمی نویسیم، به علاوه -80 به علاوه -1. در واقع اگه عددمون مثبت باشه همون خودش قشنگ می نویسیم. 400 به علاوه 30 به علاوه 5. منفی ها هر کدوم که گسترده نوشتیم منفی هم بهش میدیم. پس این تفاوتی نمیکنه، چه مثبت باشه چه منفی، توی گسترده نویسی علامت خودشون رو حفظ میکنن. اینجا علامت خودشون رو حفظ کردن، فقط ما اومدیم تبدیلش کردیم به جمع. اینجا هم ما می نویسیم -2000 به علاوه صدگان که نداریم، به علاوه دهگانمون که میشه -40. یکان هم که نداریم به این صورت. سوال 3، عدد قبل و بعد هر یک از عددها رو میخوایم بنویسیم. 431 قبلش 430 قرار داره، بعدش 432. -5 قبلش -6 قرار داره، بعدش -4. نگاه، روی محور در نظر بگیرین سمت راستی همیشه از سمت چپی بزرگتره. خب به این صورت، قبل یعنی کوچیکترش، بعد یعنی بزرگترش. -171 قبلش میشه -172، بعدش میشه -170. سوال 4، عددها رو به طور تقریبی روی محور نشون بدین. 5 بین 0 و 10 قرار میگیره، پس این 5. -15 اینجا -15 هستش. -27 نزدیک 30 هستش. -31 بازم یک کمی از -30 اونورتره. و 22 یک کمی از 20 جلوتره. خب حالا 25 میشه 1/4 100، پس ما 1/4 میکنیم، میگیم اینجا 25. -80 نزدیکای -100. -150 بین 100 و 200، در واقع بین -100 و -200 هستش. 275 بازم اینو 4 قسمت میکنیم، میگیم خب 275 اینجا قرار میگیره. و -22 هم این واحد 0 تا -100 رو 5 قسمت میکنیم، در واقع اینجا تقریبا -22 هستش. تمرین درس دوم، سوال 1. ما میخوایم این اعداد رو از کوچیک به بزرگ بنویسیم، از چپ به راست. خب حالا ما میگیم منفی رو با هم دسته بندی میکنم، مرتب مینویسم، مثبت ها رو هم با هم مقایسه میکنم، اون وسط 0 هم قرار میدم. توی منفی ها ما به ظاهر توجه میکنیم، میگیم خب هر کی ظاهرش بزرگتر باشه کوچیک‌تره. پس من بین -1 -1 -15 -5 -34 -23 از -34 شروع میکنم به نوشتن، چون به ظاهر از همه بزرگتره.
ولی باطنش از همه کوچیک‌تره چون منفیه. بعدش -15 و -5 و -1. منفی تموم شد، صفر رو می نویسم. مثبت ها ظاهر و باطنشون یکیه. ظاهرش کوچیکه، باطنش هم کوچیکه. میایم این کار رو میکنیم، میگیم خب صفر که نوشتیم هیچی، یه 2 داریم، یه 5 داریم، یه 45، یه 12. از 2 شروع میکنیم، میگیم خب 2 5 12 و 45. به این صورت مرتب نوشتیمش. سوال 2 میگه طبقه همکف یه ساختمون رو با صفر نشون میدیم. اون بالایای همکف رو با عدد مثبت، پایینیای همکف یعنی طبقه زیر همکف با عدد منفی نشون میدیم. حالا میگه که یه نفری، یه شخصی سوار آسانسور میشه توی طبقه 5. 3 طبقه میره بالا. خب این طبقه 5، 3 طبقه میره بالا. بعد از اونجا 6 طبقه میاد پایین. 1 2 3 4 5 6 میرسه به طبقه دوم. حالا که رسیده به طبقه دوم، دوباره 2 واحد 2 طبقه میره پایین. میام رو طبقه همکف. دوباره 2 طبقه میره پایین، میره سوار ماشینش بشه. من 2 طبقه بیام پایین، میرم توی -2. ماشین این شخص توی کدوم طبقه بوده؟ -2، یعنی 2 طبقه پایین همکف. این سوال رو میتونیم به یه صورت دیگه هم حل کنیم. بگیم خب شخصه توی طبقه مثبت 5 بوده. 3 طبقه میره بالا. چون داره به سمت بالا حرکت میکنه پس جمع میشه. 6 طبقه میاد پایین پس منها میشه. دوباره 2 طبقه میاد پایین پس منها میشه. دوباره 2 طبقه میاد پایین بازم منها میشه. حالا رو با هم جمع و تفریق میکنیم. این میشه 8، اینم میشه -8 میشن 0 -2 باقی میمونه. در هر صورت جواب -2 هستش. سوال 3 در مورد هواشناسی و رابطهش با آمار و احتمال بهمون گفته. میگه که توی ساعت 9 شب دمای هوای اردبیل 10 درجه سرتر میشه. یادتون باشه گرمتر یعنی جمع میشه، سرتر یعنی منها میشه. خب و در انتهای خبر دمای هوای شهرهای مختلف هم زیرنویس اعلام شده. دمای هوای اردبیل در حال حاضر 3 درجه بالای صفره. 3 درجه بالای صفر رو به صورت مثبت 3 نشون میدیم. خب بالای صفر یعنی مثبت، پایین صفر یعنی منفی. میگه این سامانه وارد بشه 10 درجه هوا سردتر میشه، یعنی در واقع منهای 10 میکنیم. مثبت 3 منهای 10 میشه -7. دمای هوای اردبیل میشه -7 درجه. سوال 4 میگه دمای شهر کرمان، سنندج، یاسوج 11 درجه بالای صفر. 11 درجه بالای صفر یعنی مثبت 11. 6 درجه زیر صفر یعنی -6. 10 درجه زیر صفر یعنی -10. گفته سنندج چند درجه از کرمان سرتره. کرمان چقدر بوده؟ مثبت 11. سرتر یعنی منها کن، دماش هم -6. خب 11 با 6 میشه 17. پس 17 درجه سرتره. یعنی در واقع اگه ما بیایم 11 رو دمای کرمان رو بگیم 17 درجه سرتر بشه، یعنی بشه منهای 17، جواب میشه -6، یعنی میشه دمای شهر سنندج. بعد میگه یاسو چقدر از سنندج سرتره؟ سنندج چند بوده؟ -6. منهای -10 میشه 4. پس یاسوج هم 4 درجه از سنندج سرتره. اوکی؟ یعنی ما اگه بیایم سنندج رو 4 درجه سرتر کنیم میشه -، تازه با یاسوج همدما میشه. سوال 5 در جای خالی عدد مناسب بنویسید. -8 با چی جمع کنم میشه -10 با -2. 10 با چی جمع کنم میشه -20. خب 30 واحد اختلاف داره ولی من روی محور باید برم به سمت چپ که برسم به -20. پس میشه -30. -4 با چی میشه -8؟ با خود همون -4. حالا 4 منهای چی میشه 0؟ 4 منهای خودش. اگه جای ما 1 بخوایم در نظر بگیریم، 4 با 1 چقدر فاصله داره؟ 3 تا. پس 4 منهای 3 میشه 1. الان اینجا مشخص نیست این عدد منظورش چی بوده. -10 با چی میشه 15؟ خب ما میگیم -10 با 15 25 واحد فاصله دارن. خب 10 با چی میشه 15؟ 10 با 5 میشه 15. -3 با چی میشه مثبت 5؟ خب من باید منفی مثلا 8 رو داشته باشم که بشه مثبت 8. 8 منهای 3 بشه 5.
4 منهای چی میشه منفی 8؟ 4 منهای 12. منفی 4 با منفی 4 میشه منفی 8 مثل این قسمته. پس این دوتا مثل همه. اینجا فقط تبدیلش کرده به جمع. 10 با چی میشه منفی 5 با منفی 15. 2 با چی میشه منفی 8؟ 2 منهای 10 که منفیشو داره من فقط درشو می نویسم. منفی 6 با چی میشه 15 با 21. سوال 6 در مثلث مقابل عدد روی ضلع مجموع دوتا رأسه. جای خالی رو کامل کنید. خب 5 با چی میشه منفی 12 با منفی 17. حالا منفی 17 با چی میشه 8 با 25. 25 با 5 جمع کنم میشه چند؟ میشه 30. سوال 7 حاصل عبارت ها رو به دست بیاریم. منفی 4 میشه مثبت 4. 10 با 4 میشه 14. منفی 10 به علاوه 5 میشه منفی 5. منفی 10 منهای 20 میشه منفی 30. منفی 8 با منفی 4 منفی 12. منفی 10 با منفی 5 منفی 15. 10 منهای 5 میشه 5. منفی 16 با 15 منفی 1. 10 منهای 6 یا بگیم 10 با منفی 6 میشه 4. 10 به علاوه 5 میشه 15. منفی 14 با 20 میشه 6. 10 منهای 20 منفی 10 و منفی 10 به علاوه 20 هم میشه 10. اینم از درس 2. تمرین درس سوم سوال 1. میخوایم حاصل عبارت‌های زیر رو به دست بیاریم. جدول ارزش مکانیه. میایم گسترده نویسی انجام میدیم. میگیم خب داریم 100 به علاوه 20 به علاوه 4. داریم منفی 200 منهای 30 منهای 7. حالا یکانها رو با هم، دهگانها با هم، صدگانها رو با هم جمع میکنیم. 4 با منفی 7 میشه منفی 3. 20 با منفی 30 میشه منفی 10. 100 با منفی 200 میشه منفی 100. چون حالا همشون منفیه یه علامت منفی میذاریم با هم جمع میکنیم میشه 113. پس جواب این میشه منفی 113. بعدی داریم منفی 100 منفی 20 منفی 5 مثبت 200 به علاوه 30 به علاوه 1. منفی 5 با 1 میشه منفی 4. 30 با منفی 20 میشه 10. در واقع مثبت 10. مثبت 200 با منفی 100 میشه مثبت 100. 100 با 10 میشه 110. 110 منهای 4 میشه 106. پس جواب این میشه 106. بعدی داریم 300 به علاوه 30 به علاوه 1. منفی 200 منهای 50 منهای 7. 1 منهای 7 منفی 6. 30 منهای 50 منفی 20. 300 منهای 200 میشه 100. خب 100 منهای 26 میشه چند؟ میشه 74. پس جواب این میشه 74. سوال 2 میگه یه زیردریایی 450 متر پایین تر از سطح دریا قرار داره. خب در واقع میشه منفی 450. یکی دیگه از این زیردریایی‌ها 150 متر از اون بالاتره. یعنی در واقع مثبت 150 متر از اون زیردریایی بالاتره. نمیگه خودش 150 متر بالاتر از سطح آب. اصلا چنین چیزی زیردریایی نمیشه. میگه از اون زیردریایی بالاتره. خب حالا میخوایم موقعیت زیردریایی دوم نسبت به سطح دریا رو باید نشون بدیم. من میگم اوکی منفی 450 داشتم 150 متر ازش برم بالاتر کجا قرار میگیرم؟ میشه چقدر؟ میشه منفی 300. خب اگه با هم جمع کنیم میشه منفی 300. در واقع این زیردریایی دومیه 300 متر پایین تر از سطح دریا قرار داره که اگه 150 متر هم بریم پایین تر میشه 450 متر زیر آب میرسیم به این زیردریایی اولی. اوکی؟ سوال 3 از هر روشی که میخوان حاصل عبارت ها رو به دست بیارین. منفی 7 با منفی 4 منفی 11 با منفی 5 منفی 16. 136 منهای 260 منفی رو میذاریم چون 260 بزرگتر از هم کم میکنیم منفی 124.
منفی 37 منهای منفی 8 که میشه مثبت 8 منفی 37 به علاوه 8 میشه منفی 29. 15 منهای 9 میشه 6. 6 منهای 8 میشه منفی 2. منفی 13 به علاوه منفی 9 به علاوه 17. 17 منهای 9 میشه 8. 8 منهای 13 میشه منفی 5. منفی 36 با منفی 17 میشه منفی 53. چون دوتاش منفی یه دونه منفی میذارم عددها رو با هم جمع میکنم. 12 با 15 میشه 27. 27 منهای 7 میشه 20. 17 منهای 25 میشه منفی 8. حالا منفی 8 با منفی 12 میشه منفی 20. سوال 4 میگه ساختمانی از 7 طبقه روی هم کف، یعنی کلا مثبت 7 تا داریم. طبقه زیر هم کف، یعنی فوقش به منفی 3 میرسیم. احمد در طبقه منفی 2 هستش. 3 طبقه میره بالا، پس میشه مثبت 3. 2 طبقه میاد پایین، بازم منفی 2 داریم. و از اونجا 5 طبقه میره بالا به علاوه 5. خب منفی 2 با 3 1. 1 منهای 2 میشه منفی 1. 5 منهای 1 میشه 4. همکنون توی کدوم طبقه است؟ توی طبقه مثبت 4. سوال 5 میگه نقاط مشخص شده به طور تقریبی چه عددی رو نشون میدن؟ خب نگاه بین 0 و 100 دقیقا وسط قرار گرفته میشه 50. اینجا هم بین 100 و 200 میشه 150. ما تقریبی در نظر میگیریم. اینجا هم بازم بین 0 و 100 میشه منفی 50. اینجا هم منفی 150. اینجا واحدمون 10 تا 10 تا میره. بین 10 و 20 میانگین میشه 15. اینجا میشه 25. اینجا میشه منفی 5 و اینجا میشه منفی 25. سوال 6 میگه حاصل عبارت‌ها رو به صورت تقریبی به دست بیار. منفی 71 با 59 میگیرم منفی 70 با 60. میشه چند؟ منفی 10. اینو میگیرم منفی 40. 37 هم میتونم بگیرم 40. منفی 80 هم میتونم، منفی 82 هم میتونم بگیرم منفی 80. حالا این میشه 0. جواب میشه همون منفی 80. خب منفی 83 میشه منفی 80. منفی 48 میشه منفی 50. جواب میشه منفی 130. 37 رو میگیریم 40. 71 هم میگیریم 70. 40 با منفی 70 میشه منفی 30. حالا با ماشین حساب هم میتونید حساب کنید. سوال 7 میگه جای خالی را کامل کنید. منفی 8 با منفی 4 میشه چند؟ منفی 12. توی همون مربع خودش مینویسیم. 0 با منفی 4 جمع کنیم میشه چند؟ میشه همون منفی 4. اول از چپ به راست میریم. منفی 2 با منفی 4 جمع کنیم میشه منفی 6. 5 با منفی 4 میشه 1. 4 منهای 4 هم میشه 0. حالا چه چیزی با منفی 4 جمع کنیم میشه 3؟ قطعاً 7. چه چیزی با منفی 4 جمع کنیم بشه 6؟ 10. چه چیزی با منفی 4 جمع کنیم بشه 4؟ 8. چه چیزی با منفی 4 جمع کنیم بشه منفی 7؟ منفی 3. منفی 10 با 5 میشه منفی 5. اون چه عددی که با 5 جمع کنم بشه 5؟ خب 0 دیگه. اون چه عددی که با 5 جمع کنم بشه منفی 8؟ من میگم منفی 13. اینم از درس 3. تمرین درس 4 سال 1. اگه حاصل ضرب یه عدد طبیعی، عدد طبیعی علامتش چیه؟ مثبته. در یک عدد صحیح که میتونه مثبت یا منفی باشه، حاصل ضربشون بشه منفی، اون عدد صحیح چی بوده؟ قطعاً منفی بوده. چرا؟ چون مثبت ضرب در منفی میشه منفی. خب و مثبت در مثبت هم میشه مثبت. اگه حاصل تقسیم دو تا عدد صحیح بر هم منفی بشه، یکی از اونها مثبت یکیشون هم منفیه. چرا؟ نگاه کنید یه عدد منفی چه ضرب شه چه تقسیم با یه عدد منفی به من مثبت میده. اگه همینا هم مثبت باشن بازم جواب ضرب و تقسیمشون مثبته. ولی اگه یکی مثبت باشه یکی منفی باشه، چه ضربش چه تقسیمش جوابش منفیه. اونایی که هم علامتن ضرب و تقسیمشون میشه مثبت، هم علامت نبودن ضرب و تقسیمشون میشه منفی. اگه ضرب دو تا عدد صحیح صفر بشه حداقل یکیشون صفر بوده.
اگه حاصل تقسیم دو تا عدد صحیح مثبت بشه، ضربشون هم مثبت، فرقی نمیکنه. سوال 2 بدون محاسبه مشخص کنید که حاصل عبارت‌ها مثبت یا منفی. این منفی جمعشون منفیه. این منفی این مثبت، بزرگی علامتش چیه؟ مثبت. حالا مثبت در منفی میشه منفی. بعدی این منفی این مثبت، بزرگی علامتش مثبته، بزرگی دستور میده. منفی 40 مثبت 20. 40 بزرگتر علامت منفیه. بازم جواب منفیه. دوتاشون هم علامتن میشه منفی. منفی 40 تقسیم بر 5 میشه منفی. گفتیم توی ضرب و تقسیم هم علامت نبودن، سریع می‌نویسی منفی. حالا منفی در منفی هم که میشه مثبت. جواب این منفیه، جواب اینم منفیه. منفی در منفی مثبت. سوال 3 میگه عدد مناسب بنویسید. منفی 200 تقسیم بر چی میشه مثبت 20؟ اول میگی خب منفی با همجنس خودش به من مثبت میده، پس منفیه. بعد میگم خب 200 تقسیم بر چند میشه 20؟ تقسیم بر 10. یا میگی چند تا 20 تا میشه 200 تا؟ 10 تا 20 تا. منفی 40 تقسیم بر یه چیزی میشه منفی 80. علامتش حفظ شده، پس اینجا مثبت بوده. حالا میگیم چند تا 80 تا میشه 400 تا؟ 5 تا. یا اینجوری بگین 8 5 تا میشه 40 تا، یه صفر هم جلوش 400. علامتش که مشخصه. مثبت 100 تقسیم بر یه چیزی شده منفی، پس اون حتما منفی بوده. 100 تقسیم بر چی میشه 20 تقسیم بر 5. 20 تقسیم بر چی میشه 4؟ خب تقسیم بر 5. جواب شده منفی، پس این 5 هم منفی بوده که به من منفی 4 رو داده. منفی 8 ضرب در یه چیزی شده 80. پس حتما باید توی همجنس خودش ضرب شه که بشه مثبت. 8 چند تا 80 تا؟ 8 10 تا. منفی 100 تقسیم بر یه چیزی شده 20. پس باید همجنس خودش باشه. 100 تقسیم بر چند میشه 20 تقسیم بر 5. پس منفی 100 تقسیم بر منفی 5 میشه 20. سوال 4 همه عددهای صحیح ممکن که میتونن جای مثلث و مربع باشن بنویسید. من اول میگم 12 حاصل ضرب چه اعدادیه؟ خب یه 12 تا، 2 تا 6 تا، 3 تا 4 تا. اوکی؟ حالا جواب منفیه. پس یکیشون با مثبت در نظر بگیرم، یکیشون منفی، دیگه تمام. میتونم بگم یکی منفی 12 تا یا منفی یکی 12 تا. 2 تا منفی 6 تا منفی 2 تا 6 تا. 3 تا منفی 4 تا منفی 3 ضرب در 4. پس کل این حالات میتونیم بنویسیم. سوال 5 باز میخوایم حاصل این عبارت ها رو حساب کنیم، ولی اینجا چند تا عملیات داریم. پس لازمه ترتیب انجام عملیات رو مرور کنیم. اول پرانتز، بعدش ضرب و تقسیم، بعدش جمع و تفریق. خب من اینجا یه پرانتز دارم که توش منفی 2 با 3 جمع شده. میگم خب 3 با منفی 2 میشه مثبت 1. حالا مثبت 1 رو در منفی 5 ضرب کنم میشه منفی 5. اینجا توی پرانتز منفی 5 و منفی 4 دارم که میشه منفی 9. منفی 9 ضرب در منفی 6 منفی در منفی مثبت 6 9 تا هم 54 تا. اینجا داریم 2 با منفی 7. 2 با منفی 7 میشه منفی 5. منفی 5 تقسیم بر منفی 5 هم میشه 1. منفی 4 با منفی 3 که میشه مثبت 3. منفی 4 با 3 میشه منفی 1. منفی 5 ضرب در منفی 1 هم میشه عدد 5. سوال 6 میگه قطاری از مشهد به سمت تهران حرکت میکنه. طول مسیر 1200 کیلومتر و هر ساعت 60 کیلومتر حرکت میکنه، یعنی کلا 20 ساعت طول میکشه. شهر شارود وسط راه قرار داره، اینو مبدأ در نظر میگیریم. زمان رسیدن به شارود هم صفر، قبلش منفی، بعدش هم مثبت در نظر میگیریم. حالا میخوایم به این سوالات پاسخ بدیم. قبلش میایم جدول رو تکمیل میکنیم و مبدأ زمان و مکان رو مشخص میکنیم. خب اینجا مبدأ زمان ما هستش، چون سالمون از قبل و بعد پرسیده و چه ساعتی حرکت کرده و اینا، باید یه مبدأ زمانی مشخصی هم خودمون در نظر بگیریم. مثلا من 12 شب در نظر میگیرم مبدأ زمانیم رو. مبدأ مکانیم هم که میشه شهر شاهرود که در واقع نصف راه قرار گرفته. 600 کیلومتر سمت چپ، 600 کیلومترش هم سمت راستش میشه. خب حالا میگه قطار چه ساعتی از مشهد حرکت کرده؟ از اینجا قطار حرکت کرده 10 ساعت قبل 12 شب میشه کی؟ میشه 2 بعد از ظهر.
چه ساعتی به تهران میرسه؟ میشه اینجا. 10 ساعت بعد از 12 شب کی میشه؟ میشه 10 صبح. قطار در ساعت -3 در چه فاصله از شاهرود بوده؟ -3 بین -2 و 4 قرار داره. -120 و -240 بینشون -180 قرار داره. میتونیم یه 60 تا بهشون اضافه کنیم ببینیم چی میشه که میشه -180. پس 180 کیلومتری شاهرود بوده. در چه ساعتی 240 کیلومتر بعد شاهرود بوده؟ میگیم خب 240 اینجاست، زمانش هم اینجا. 4 ساعت بعد از 12 شب کی میشه؟ میشه 4 صبح یا بگیم 4 بامداد، فرقی نمیکنه. اوکی، اینم از فصل 2 تمرینش رو تحلیل کرده. امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه. خوشحال میشم نظرتون رو هم بگین.